شما خوب میدانید که در کتابخانه ما از آغاز از ابتدا گوشه امریکا عمل میکند و گوشه امریکا هدف فرهنگی، علمی و معرفتی دارد و از آغاز تا امروز خیلی کارهای مهم را انجام دادند و این گوشه که از تالارهایی است که خواننده خیلی زیاد دارد، خواننده زیاد دارد و مواد بسیار خوبی زیاد هم دارد و در طول این سالها این دوره برای آموزش زبان انگلیسی و برای شناختن امریکا، فرهنگ بزرگی این کشوری امریکا خیلی کارهای مهم به انجام رسید و در قطار کارهای زیادی مفید که همکاری های فرهنگی تاجیکستان و امریکا را تقویت میبخشند، چاپ کتاب هم مقام خاصه دارد و امروز اولین کتابی که در زمینه همکاری و چاپ آماده شده است معرفی می شود و این کتاب نویسنده بزرگ امریکا ارنست همینگوی است که با نام پیرامرد و بحر که کتاب بسیار مشهوری است که از تمام زبانهای دنیا ترجمه شده است، فیلم ها برداشته شده است و همچون کتاب تعلیمی هم در بزرگترین دانشگاه های دنیا آموخته می شود. بنابر همین سفارت تصمیم گرفتند که یک کتابی باشد که هم متن انگلیسی و هم متن تاجیکی در روبروی آن که هم برای خوانش و هم برای آموزش زبان انگلیسی موافق و مطابق باشد. به نظر من این در ادامه کارهای فرهنگی که سفارت امریکا در تاجیکستان انجام می‌دهد یک پدیده نو، یک قدم تازه، قدم نو است که از طریق فرهنگ، از طریق ادبیات خلق‌های ما را به هم باز نزدیکتر و آشناتر می‌سازد. As Director Salimov said, we're very happy today to celebrate the conclusion of this very special project. و چطوری که دیرکتور سلیمov قید نمودند ما بسیار شاد هستیم که انجام لایحه بسیار مهم را تجلیل گیریم. So the U.S. Embassy, in partnership with the National Library, is pleased to present this very first official authorized Tajik language translation of Ernest Hemingway's The Old Man and the Sea. و سفارت ایالات متحده در همکاری با کتابخانه ملی تاجیکستان با خوشنودی میخواد یک نخستین ترجمه رسمی به زبان تاجیکی تقدیم نماید. کتاب نویسنده ارنست همینگوی پیرامرد و بحر. The Old Man and the Sea is a classic of American literature. و کتاب پیرامرد و بحر شاهسر ادبیات آمریکا می باشد. And it's the story of a fisherman who has a struggle with a giant fish. و این قصه در حکایت درباره آن که بیشتر آدمی کهنسال با ماهی عظیم مبارزه می‌برد. And the author Ernest Hemingway in 1953 won the Pulitzer Prize for Literature. و سال 1953 نویسنده ارنست همینگوی جایزه پولیتزر برای ادبیات بدیعی برای کتابش پیرامرد و بحر گرفته است. And as the director mentioned, this is something that school children read, and almost all school children in the United States are required to read this book. و چطوری که دیرکتور سلیمov قید نمودند این کتاب را مکتب خوانان میخوانند و در ایالات متحده تقریبا همه مکتب بچگان حتما باید این کتاب را خوانند. And it's one of my favorite books because I read it many years ago when I was a schoolgirl. و این کتاب دوست داشته من هم نیست چون که این کتاب را در وقت بچگیم خواندم. And I actually would like to take one to see if I can improve my Tajik by looking at the English and Tajik. و اکنون من یک نسخه‌اش رو برای خودم هم میگیرم و کوشش میکنم ببینم که تاجیکی زبان تاجیکی رو یاد گرفته استادم یا نه و مقایسه میکنم زبان انگلیسی و تاجیکی رو خوندم. But as this year-long project comes to an end, again, I want to express my appreciation to you, Mr. Salimov, and to the staff of the National Library. و با آخر رساندن
این لایحه یک ساله من میفهمم نداری خود رو به دیرکتر سلیمов و به همه کارمندان کتابخانه ملی اظهار نمایم. با چاپ ترجمه تاجیکی قصه ارنست همینگوی، ما پیش از این همینگوی میگفتیم، یعنی اصلش که نبود از روسی، حالا با شرافت این ترجمه ما نام نویسنده رو هم درست میگفتگی شدیم، ارنست همینگوی. از زبان انگلیسی در تاجیکستان من گمان میکنم که مرحله ترجمه بدیهی، مرحله نو ترجمه بدیهی از زبانهای اصل آغاز میگردد. باوری من بر چی اساس است؟ باوری من بر آن اساس می باشد که فضای زبانی، محیط زبانی امروزه تاجیکستان از فضای زبانی و محیط زبانی که 40 سال 50 سال پیش از این داشتیم با کلی فرق میکنه.